بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بخشنده مهربان و نهایت باره. حضرت زبیر ابن عاده رضی الله عنه می فرماید که در خدمت حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه حاضر شده، از ظلم حجاج شکایت کردم. حضرت انس رضی الله عنه شکایت را شنیده ارشاد فرمود که صبر کنید، معلوم نیست آینده چه خواهد بود، چرا که هیچ زمانی به شما نمی گذرد مگر اینکه زمان بعدی از قبلی بهتر باشد، تا آنکه پروردگار خود را ملاقات کنید. یعنی تا دم موت اینطور نخواهد شد که زمان بعدی از قبلی بهتر باشد. من این را از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم. از این حدیث معلوم می شود که شکایت از زمان و اهل زمانه بیفایده است و امیدوار بودن برای وجودی حاکمانی بهتر در آینده اشتباه است. بنابراین هر وقتی که برای آدمی میسر می شود، هر لحظه از عمر را غنیمت دانسته، ضمن انجام اعمال صالح از درگاه رب العالمین امیدوار بودن و از قهر و غضب او ترسان باید بود. السلام علیکم و رحمت الله.